ولسوالی درایم. ولسوالی درایم یکی از ولسوالی های ولایت بدخشان افغانستان است که به فاصله 48 کیلومتری به طرف جنوب غرب شهر فیض‌آباد موقعیت دارد. این ولسوالی از شرق با ولسوالی ارگو، خاش و جرم، از غرب با ولسوالی تشکان و از شمال و شمال شرق با ولسوالی ارگو و از جنوب با ولسوالی تشکان و یمگان هم سرحد می باشد. ارگو یگانه ولسوالی فاصل میان فیض‌آباد و درایم است. این ولسوالی بیشتر از 70 قریه داشته و مساحت آن 670 کیلومتر مربع تخمین گردیده است که در سال 1374 از حوزه مرکزی فیض‌آباد جدا گردید. این ولسوالی در امتداد یک دره هموار و در میان رشته‌کوه‌های صخره‌ای و کوهبچه‌های صخره‌ای واقع است. این ولسوالی زمین نرم و بیشتر تپه ها و مناطق آن کشت للمی می شود. در بهار و تابستان منظره دلپذیری دارد. باغ‌های انبوه، دریاهای نسبتاً خروشان و منطقه سرسبز دارد. در این محیط مدارس دینی با داشتن علمای بسیار ورزیده و کلاسیک از رونق بسیار خوب در طول تاریخ برخوردار بوده است. قسمت‌های وسط درایم دارای زمین‌های آبی و حاصلخیز است. مردم آن به دامداری و دهقانی مشغولند. رونق تمدن و دانش در اینجا نسبت به سایر نقاط بدخشان بسیار خوب است و اکثر مردم آن به متون کلاسیک دینی دسترسی دارند. در اکثر قریه های این ولسوالی مکاتب دولتی عصری وجود دارد. دختران هم به مکتب می روند. مردمان دامدار آن در تابستان به قسمت های بالا و سرد سیر می روند و آنجا را به نام ایلاق یاد می کنند که مراد آن عکس قشلاق و محل نشیمند دائمی است. مردم بالای درایم به زبان فارسی دری صحبت می کنند و مردم پایین درایم به زبان ازبکی تکلم می کنند. ولسوالی دارای معادن طلا، ابرک، تورمالین سیارنگ، رنگه، گرانیت سرخ، بریل، لعل پیازی، یخک و غیره می باشد. پس از شما دعوت می نماییم یک بار به ولسوالی درایم زیبا سفر نموده و از طبیعت گوارای آن مستفید شوید. بدخشان سرزمین لعل و لاجورد.